محترم جنابی هم رئیس، خانم ها و جنابان، قبل از همه اجازت فرمایید به سازمان دیندگان مکالمه اینتراکتیو امروزه که به موضوع موردی توجه تمام بشریت تاثیر تغییرات اقلیم و سیاره ما بخشیده شده است اظهار منتداری نمایم. طی در سالهای آخر پیامدهای منفی تغییرات اقلیم که به اندازه معین به فعالیت انسان ارتباط دارد هرچی بیشتر از خود درک می‌دهد. پژوهش چندین ساله متخصصان ما از تقویت تاثیر تغییرات اقلیم به طبیعت و وضع اجتماعی و اقتصادی در کشور و منطقه گواهی می‌دهد. طبق مشاهدات طی 60 سال اخیر به حساب میانه حرارت سالانه هوا در تاجیکستان به اندازه 1 درجه از روی سلسیوس بلند شده است. تعداد روزهای سیرباری زیاد گردیده است و حادثه‌های غیر عادی هیدرومتئورولوژی بیشتر و شدیدتر رو می‌دهند. فقط به علت آفت‌های طبیعی امساله به اقتصاد کشور ما به اندازه صدها میلیون دلار آمریکایی خسارات مادی رسید. متاسفانه آنها به تلفات جانی نیز باعث شدند. تأثیر منفی تغییرات اقلیم به حجم و صفت ذخیره‌های آب تازه نوشاکی روز به روز واضح‌تر می‌گردد. طی 10 ساله آخر در تاجیکستان به طور نظر رس کم شدن مساحت پیریخ‌هایی که برای تمام آسیای مرکزی اهمیت حیاتی دارند به قید گرفته شده است. از روی معلومات موجوده به علت تغییرات اقلیم در حدود کشور ما تا 1000 پیریخ نابود شده است. کشورهای منطقه ذخیره‌های آب را چون عنصر اساسی رشد استوار اعتراف نموده تغییر دور هیدرولوژی را به احساس نگرانی ارزیابی می‌نمایند، زیرا آن به امنیت آبی، انرژتیکی و آذوقه‌واری تأثیر منفی رسانیده احتمال آبخیزی‌ها و خشکسالی‌های شدید را افزون می‌گرداند. پوشیده نیست که آسیای مرکزی از جمله منطقه‌هایی میباشد که در پهنای آن تغییرات اقلیم علاقه به پیامدهای معین منفی سبب شده است. خانم‌ها و جنابان محترم، تاجیکستان از روی پرتوهای قیاسی گاز کربنات جای 135 را اشغال می‌نماید. پرتوهای گاز در تاجیکستان در یک سال اندکی بیشتر از 1 تانه را به سر آدم تشکیل داده. حصه پرتوهای داخلدار کشور در مقیاس منطقه همگی تقریباً به 3% برابر است. استفاده وسیع منبع‌های تجدید شونده نیرو، اساساً هیدروانرژتیکا، با آن مساعدت می‌کند که رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت همزمان با نشانده‌های پست‌ترین پرتوهای ضررناک به هوا صورت می‌گیرد. اساس انرژتیکای کشور را نیروگاه‌های برقی آبی که توسط آنها تقریباً 98% نیروی برق تولید می‌یابد تشکیل می‌دهد. حکومت کشور به خاطر تأمین توازن استحصال و استفاده نیرو از طریق تجدید و تقویت اقتدار نیروگاه‌های عملکننده برقی آبی، بنیاد نیروگاه‌های نوی برقی آبی، استفاده نیروی آفتاب و باد و جاری ساختن اصول‌های مؤثری صرف نیرو چرایی همه جانبه می‌اندیشد. هدف این تدبیرها در عین زمان مساعدت به تأمین امنیت آبی و انرژتیکی و آذوقه‌واری منطقه میباشد. آب انبارهای نیروگاه‌ها در نوبت خود در برابر تأمین تنظیمی با اعتماد بسیار ساله و موسمی جریان آب به پیشگیری آبخیزی‌ها و سبکسازی عاقبت‌های خشکسالی مساعدت می‌کنند. همتایان گرامی، تاجیکستان با مسئله اندیشیدن تدبیرهای مطابق سازی که عنصر مهمی رشد استوار میباشند اهمیت خاصه می‌دهد. حکومت کشور نقشه ملی عملیات را عاید به سبک نمودن پیامدهای تغییر اقلیم تصدیق نمود. طبق کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم 3 گزارش ملی آماده کرده شد. مسئله تغییر اقلیم و عملی سازی چاره‌های مطابق سازی به جزء مهم استراتژی ملی رشد کشور برای دوره تا سال 2030 تبدیل یافتند. علاوه بر این، حکومت کشور ما برنامه دولتی را عاید به تحقیق و حفظ پیریخ‌ها برای سالهای 2010-2030 تصدیق نمود. امسال یکجا با شریکانمان در چارچوبه اکسپدیسیون سیوم بین المللی جیوفیزیکی بلندکوی پامیر ما به کار آغاز بخشیدیم که آن نه فقط برای کشور ما بلکه برای تمام منطقه آسیای مرکزی اهمیت علمی و عملی دارد. طبق ارزیابی پیشکی آلمان تدقیق نمونه‌های جنسی پیرک‌های بزرگ تاجیکستان مخصوصا پیرک‌های فیچنکو برای ارزیابی حالت گلوبالی پیرک‌ها
و تغییر اقلیم اهمیت خاص خواهد داشت. واضح و روشن است که تدبیرهای ثمرناک آید به سبکسازی پیامدهای تغییر اقلیم متحد نمودن تلاش‌های ما را در سطح منطقوی و بین المللی تقاضا دارند. در آسیای مرکزی که ذخیره‌های آب در حدود 2 کشور تشکل می‌یابند و قسم زیادی استعمال و استفاده آب با کشورهای باقی مانده دیگر راست می‌آید، ضرورت تهیه و تطبیق استراتژی منطقوی مجموعی آید به مطابق سازی با تغییر اقلیم که به میان آمده است. با صورت کم شدن مساحت پیرک‌های منطقه به علت تغییر اقلیم نیز مهم بودن چنین استراتژی را تاکید می‌سازد. استراتژی ذکر شده باید تدبیرهای مطابق سازی را فرا گیرد که در دورنمای میانه و دراز مهلت به تأمین امنیت منطقه در عرصه آب مساعدت نمایند. در فرجام می‌خواستم تاکید نمایم که تاجیکستان در چارچوب آمادگی با کنفرانس قریب الوقوع 21 جانب‌های اشتراکدار کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم سندی را با نام سهم پیشبینی شونده و معین شونده ملی آماده کرد که آن ارزیابی حالت کنونی و راه‌های رشد منبع را در بر می‌گیرند. واضح است که مبلغ‌زایی تدبیرها آید به کم کردن پرتوها و مطابق سازی علاخصوص برای کشورهای رو به رشد اهمیت کلیدی پیدا کرده است. با توجه به این حالت‌ها اظهار امید می‌کنیم که وسیله‌های نوی مالیوی، خزینه اقلیمی سرمایه‌گذاری و خزینه سبز اقلیمی در جاده عملی ساختن چهره‌های نقشه‌ای به ما کمک سریع وقتی و ضروری خواهد رسانید. از توجهتان سپاسگزارم.